وای نمیکنم پورا نمیکنم آخه بغیر همین حرد بغیر همین حرد دیگه یگان کسی غربی را پیامبر نمیگه مراجعت به خدی برادر رحیمی غرمی است. سوالی ما به شما چنین است که آیا درباره همین خیل گروه ها شما درک دارین؟ آیا درباره چنین آدمایی که همین خیل به خود یک ثواب شست و تیار کرده شما را چنین نام میگیرن شما فکرسی هستین؟ من نمیدونم که این ویدیو میرسه شما نمیرسه یا اینکه در جواب میگین نمیگین خود جوابم اگر نگین لیکن همین چیزا رو به نظر بگیرین. حتی جواب گفتن شما در کار هسته که شما براین در همین باره گپ زنین که مردم به همین راه نروه. یه بار نوازی گوش میکنیم که درجه چگونه دهشت است. گوش کن یگان کسی نمیگه گوش قبول نکرده است کسی غربی رایمی غربی پرست که اونو قبول نمیکنه پورا نمیکنه آخه بغیر همین حرد بغیر همین حرد دیگه یگان کسی غربی را پیامبر نمیگه میگه انشاءالله حضرت محمد وقتی حضرت شدن بشتن چند و گفتی تو چند کس را پریدیمت ده یا کس پریدیمت نکن با شمشه دبروار و دمارا کشتن از سرکن به دیگران بازی تو را گوش کن این همه آدمی که این همه قبولش کرده گه اصلا بروی ما ریمشپک تو کنیم کشتو همه رایمی غربی را قبول کنش مو آقای گوش کن گپا روسا کو آدم فندسی رنگی محمد خلی رنگی حیمون رفتور نمیکنی که اون همون گوش کن گپا اون همو این محمد پیغمبر نه یخدش و بعد دیگرو را این همه خیلی چی کرده گه یا مقصد جمع کرده گه همی خیلی برای چی با قدرت خدا گوش کن برای چی همه ای کسانی که شما فحش و دشنام به محمد صلی الله علیه و سلم می دهید خوب متوجه باشید که ما مسلمان ها زندگی بدون محمد صلی الله علیه و سلم نمی خواهیم. زندگی به محمد صلی الله علیه و سلم برای ما زندگی نیست. ای امت اسلام بیایید به قدر این پیامبر غمخوار برسیم. بس است بازی، بس است عیش و عشرت، بیایید دین را خوار نکنیم. با والله قسم فردای محشر اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم به نزد من و تو حاضر شود چگونه با او روبرو می شویم؟ آیا شرمنده از آن نمی شویم که اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم از من و تو سوال کند که ای امت من آیا پشتیبانی از دین الله کردی؟ با من محمد صلی الله علیه و سلم و با مادرت عایشه رضی الله عنها فحش و دشنام می دادند، آیا تو کاری انجام دادی؟ حداقل با زبان حرکت کردی؟ من و تو ای برادر و خواهری مسلمان چی جواب خواهیم داد؟ برادر اکای رحیم تو خودت در همین بوره ببرو گپ زن که برادرو آگاهشین بیدارشین چی گفته این شما برای اون خاطری که پکه حاضی خیلی که من خلق درک نداشتم ختم درک نداشته باشی ممکن در این بوره الکی درک داری الکی دیدستی که همین کار راسته уже в курсе ایت ویدیو را دات برسونن برادرایی که اگر که میخوان دارن برسونن حرکت کنن ویدیو پخش شود تا که برسه وقتی که درک یافتی ببرو حتما گپ زن